درود عرض میکنم خدمت همه دوستان عزیز. در ایام نوروز هستیم و مناسب دیدم که مطلبی رو در رابطه با جغرافیای به طور کلی جغرافیای نوروز و حوزه تمدنی ایران به عرض عزیزان برسونم. ابتدا هم باید عرض بکنم که عزیزان، مسئله‌ای که ما باید به اون توجه داشته باشیم این هستش که به طور کلی دنیای امروز دنیایی هستش که از ناسیونالیسم افراطی فاصله گرفته. حالا این به چه معنی است؟ ببینید، خب بعد از دوران وستفالی، بعد از دوران عهدنامه وستفالی که همونطور که میدونید خاتمه دهنده به جنگ‌های مذهبی بود که نزدیک به 30 سال بین کشورهای اروپایی در جریان بود و خب این جنگ‌هایی بود که بین پروتستان ها و کاتولیک ها در گرفته بود. بعد از اون عهدنامه اون حوزه های جغرافیایی اروپایی به سمت مستقل شدن بر اساس زبانهای مختلف پیش رفتن و اوج این ایده ها در قرن 19 بود که دولت‌های ملی مختلف در اروپا بر اساس زبان بالاخص به وجود اومدند. به طور مثال دولت آلمان در اواخر قرن 19 تأسیس شد، یا همینطور ایتالیا بر اساس همین تحولات در قرن 19 تأسیس شد و خیلی دیگه از دولت اروپایی. خب اساس این دولت ها چه بود؟ اساس این دولت ها این بود که این ایده بود که هر ملتی، یا بهتر بگیم هر قومی که دارای زبان منحصر به فرد و فرهنگ خاص خودش هستش بتونه مستقل باشه و یک دولت رو تأسیس بکنه. خب این ایده کم کم شکل‌های افراطی تری گرفت و همونطور که میدونید در قرن 20 باعث به وجود اومدن یک سری دیگه از جنبش ها و دولت ها شد و این جنبش ها به جنبش های پان معروف شدند که بر اساس همین ایده این ادعا رو داشتن که باید تمامی افرادی که به یک زبان صحبت میکنن در چارچوب یک دولت قرار بگیرند و خب میشه گفت شاید مهمترین جلوه بیرونی اون رو ما میتونیم به دولت نازی آلمان نسبت بدیم که خب ادعا داشت که باید تمامی آلمانی زبانهای اروپا زیر یک پرچم قرار بگیرند و خب همونطور که میدونید آلمانی زبانهای اروپا فقط محدود به جغرافیای کنونی آلمان نیستند، بلکه خب در اتریش و همینطور یک قسمت‌هایی از لهستان،
یک قسمت هایی از سوئیس و یه بخش هایی از حتی کشورهای چکسلواکی سابق، چکسلواکی سابق و بالکان یک سری از آلمانی زبان ها زندگی می کنند. و خب اون دولت نازی ایده های ناسیونالیستی افراطیش به اینجا منجر شد که یک جنگ خب خانمان براندازی رو در اروپا شروع کرد و راهبردهای توسعه طلبانه‌ای هم که داشت منجر شد که خب این جنگ بسیار گسترده تر هم بشه و در پی این بود که خب حتی نقاط دیگری رو هم که آلمانی زبان حتی نبودند و قوم اسلاو زندگی می کردند، خب اینها رو هم به قلمرو خودش اضافه کنه. بلخص لهستان، اوکراین و بعداً روسیه یا همون شوروی اون زمان. این ایده پانیرالیسم در جاهای دیگه هم به هر صورت نفوذ خودش رو داشته و فقط منحصر به آلمان نموند. شما باید بدونید که مثلا پانعربیسم در حوزه کشورهای عربی به وجود اومد و خب این ایده بود که جمال عبدالناصر یکی از مهمترین و برجسته ترین آغاز کنندگانش بود و بعدها صدام حسین این رو پیگیری کرد و خب مدعی بودن که باید تمام کشورهای عربی زیر یک پرچم قرار بگیرند و باز بر اساس همون ایده و تفکر صدام حسین خب ادعا داشت که چون یک بخشی از خوزستان عرب زبان هستند و یا یک بخشی از یا کویت، هرچند خب خوزستان تمامی مردمش عرب زبان نیستند، اما و شاید بشه گفت، حالا نمیخوام من آمار بدم، ولی خب شاید بشه گفت در حال حاضر شاید 1/3 عرب زبان باشن. ولی به هر صورت صدام بر این اساس و با این بهانه، اما خب همونطور که بهتر میدونیم شاید منابع نفتی خوزستان بیشتر و مهمترین دلیلش برای این تجاوز به ایران بود، ولی خب با اون بهانه و با اون و تمسک به اون ایده های پانعربیستی به خوزستان حمله کرد و در پی اشغال اون بر اومد و بعدها هم به کویت این کار رو انجام داد. و خوب خودتون میدونید این جنگ ها چقدر خانمان برانداز بود و چه تعداد انسان بیگناه کشته شدن. خب حتی همین الان شما باز دارید میبینید این ایده رو که در طی جنگ حاضر روسیه و اوکراین دلیل اصلی که آقای پوتین و روسیه برای تجاوز به اوکراین اعلام میکنند این هستش که خب ادعا دارن که اوکراین در حقیقت نمیتونه مدعی یک دولت مستقل باشه، چرا که اوکراینی ها در حقیقت از نظر اونها یک قوم مستقل نیستن و همون روس هستن و باید تحت حاکمیت دولت روسیه در بیان و بخشی از قلمرو روسیه باشن.
و خب حالا نتایج این جنگ رو هم شما دارید میبینید که تا به حال جدای از ضررهای هنگفت اقتصادی چه تعداد تلفات انسانی متاسفانه داشته. اینها رو من عرض کردم که بدونید که دنیای امروز دنیایی نیست که ایده های پانیرانیستی و ایده های به طور کلی پانی رو قبول بکنه. پانتورکیسم هم همین هست، هیچ تفاوتی نمیکنه. این رو من به شما بگم، دنیای امروز دنیایی نیست که این ایده ها رو قبول بکنه، برای اینکه جهان داره هرچه بیشتر به سمت ادغام پیش میره. این از اقتصاد شروع شده، این روند از ادغام اقتصاد جهانی و در حال حاضر به سمت ادغام زبانی و فرهنگی پیش میره و شما باید این رو بدونید که در آینده نچندان دور قطعاً تمام بشریت یک زبان و یک فرهنگ خواهد داشت. اما فارغ از اون، این نتایج فاجعه آمیزی که این ایده های ناسیونالیستی افراطی داشتند در طول شاید 100 سال اخیر برای بشریت، فکر میکنم در طول جنگ جهانی دوم بیش از 50 میلیون انسان کشته شدند و بعد اضافه بکنید نتایج فاجعه باری که در جاهای دیگه این ایده ها داشتند در طی جنبش های پانیرانیستی دیگه که گفتم، پان عربیسم، پان ترکیسم و انواع دیگر جنبش های پانی، اثبات کرده که واقعاً باید این ایده ها رو کنار گذاشت و به طور کلی این ایده که حتما باید بر اساس یک زبان دولت، بر اساس زبان مشترک دولت تشکیل داد و باید تمام افرادی که با یک زبان خاص در یک جغرافیای خاص زندگی میکنند تحت یک پرچم در بیان، این ایده واقعا دیگه تاریخ مصرفش گذشته و جایگاهی برای ظهور و بروز در زمان حاضر نداره. اما تمام این مقدماتی که من خدمت شما عرض کردم خب یک دلیل خاص داشت. اون که خب ما هر سال وقتی که به زمان نوروز میرسیم میبینیم که خب یک سری جریانات، بلخص جریانات پانیرانیستی، ادعای این رو دارن که خب تمامی این کشورهایی که زمانی جزئی از برخی از امپراتوری‌های ایران بودند و نوروز رو ابتداً بحث زبانی رو مطرح می‌کنند که زبان فارسی رو تکلم می‌کنند و یا حتی اونهایی که نوروز رو گرامی می‌دارند اینها باید جزئی از کشور ایران باشند. خب ببینید
دوستان عزیز، من ابتداً باید یه تاریخچه کوتاهی بگم خدمت شما، برخلاف اون ادعاهایی که متاسفانه در طی 100 سال اخیر در اول پادشاهی پهلوی و سپس جمهوری اسلامی به تبع اون انجام شد، برخلاف تمام اون ادعاهایی که شد، خیلی از این کشورهایی که نامش برده میشه یا هیچگاه ارتباطی به جغرافیای ایران نداشتند و یا اینکه به طور مستمر جزئی از ایران نبودند. و به طور کلی این ادعایی که بلخص شاهنشاهی پهلوی داشت که ایران یک دولتی بودی که به طور مداوم 2500 سال وجود مستقل داشته، خب این خلافه و جهل تاریخی هستش. بلخص من باید خدمتتون عرض بکنم که اگر ما با کمی تسامح از امپراتوری هخامنشی تا پایان دوره ساسانی رو اون امپراتوری ها رو ایران بشناسیم، بعد از اون دوره و بعد از اشغال اعراب تا دوران صفویه به هیچ عنوان ما نمیتونیم ادعایی داشته باشیم که تمامی اون دولت هایی که بعداً تشکیل شد و تمامی اون امپراتوری ها و حتی دولت های منطقه‌ای ایران بوده باشند و هیچ کدومشون مدعی ایرانی بودن رو نداشتند. به طور مثال دولت‌های منطقه‌ای طاهریان و آل بویه، صفاریان، اینها خب یک سری در حقیقت دولت‌های خودمختار محلی بودن، اگر بخوایم معنای امروزی رو بهشون بدیم، که اینها هیچگاه عنوان نمی‌کردن که ما کشور ایران رو دوباره احیا کردیم و یا دولتی ایرانی هستیم و بیشتر مدعی بر منطقه خودشون بودن و به نسب قومی یا قبیله خودشون اتکا می‌کردن و همینطور امپراتوری های بزرگتری که بعد از اون تشکیل شد، به طور مثال غزنویان، سلجوقیان، خوارزمشاهیان، تیموریان، تمامی اینها به هیچ عنوان هیچ ادعا و اتکایی بر نام ایران نداشتند و مدعی این نبودند که امپراتوری ایرانی هستند و تمامی اون نقاطی رو هم که
تحت پوشش داشتند با نام استانی و منطقه خودشون ازش اسم می‌بردن. به طور مثال ولایت خراسان، ولایت فارس، ولایت جبال، ولایت طبرستان. هیچگاه نمیگفتن که هیچگاه نمیگفتن یک کشوری به نام ایران وجود داره و یا ما پادشاهان ایران هستیم. این به هیچ عنوان وجود نداشته تا زمان صفویه. یعنی من میخوام به شما بگم شاید نزدیک به 1000 سال عملاً کشوری به نام ایران وجود نداشته و هیچ کدوم از اون دولت‌ها و امپراتوری هایی که به وجود اومدن مدعی نام ایران نبودند. این تنها بعد از دوران صفویه است که پادشاهان صفوی خودشون رو پادشاهان ایران نامیدند و دوباره اون سنت ایران رو زنده کردند که خب البته ما تقدیر میکنیم، یعنی قابل ستایش و تقدیره. اما چیزی که ما الان باید بهش اشاره بکنیم اینه که این تداوم امپراتوری و کشور ایران که پهلوی ها بلخص 2500 سال مینامیدن و تاکید داشتن که این 2500 سال ادامه داشته، این دروغه. حالا ربطش به بحث حاضر ما چی هستش؟ من تمام اینها رو اشاره کردم که به شما بگم ادعاهای پانیرانیستی که در مورد برخی از دولت‌های همسایه و کشورهای همسایه هم مطرح میشه به همین وجه بی‌پایه است. به طور مثال دو کشور ارمنستان و گرجستان خب اینها در زمان هخامنشیان و اشکانیان بخشی از اون امپراتوری ایران بودند. اینم باید شما توجه داشته باشید. ببینید در اون زمانها به هیچ عنوان یک دولت متمرکزه با یک زبان واحد و یک سیستم اداری واحد و یک سیستم سیاسی واحد وجود نداشت و یک امپراتوری موجود بود که در اون امپراتوری تعداد زیادی پادشاهی‌های مختلف وجود داشتند و اینها به یک مرکزیت واحدی وابستگی داشتن، از این جهت که خب خراج پرداخت میکردن، مالیات پرداخت میکردن، ولی در تمام حوزه‌های زبانی و فرهنگی خودمختار بودند و ارمنستان و گرجستان هم مستثنا نبودن از این قاعده. و در همون زمانها هم اینها به هر صورت پادشاهان خودشون رو داشتند و به شاهان هخامنشی که اسمش از شاهنشاه یعنی شاه شاهان، به شاه شاهان یک وابستگی
خدمت شما بگم سیاسی بهش ملزم بودند، یعنی ملزم به یک وابستگی سیاسی بودند و خراج پرداخت میکردن و در زمان جنگ باید از طریق نیروهای نظامی اون ارتش هخامنشی رو تقویت میکردند با فرستادن نیروها. این در همین حد بوده. اما خب همین دو منطقه و دو کشوری که من عرض میکنم همواره از دوران اشکانی به بعد ایران و امپراتوری ایران بر سر اونها و بر سر اداره اونها دچار مشکل بود و به دلیل اینکه مسیحی شده بودند و دین متفاوتی داشتند و تمایل هم داشتند که بخشی از امپراتوری‌های مسیحی باشند و به اون امپراتوری‌ها وابسته باشند، این رو باید ما صادقانه بگیم. به طور مثال به امپراتوری روم و روم شرقی بعدی، بیزانس بعدی، اینها تمایل داشتند. همیشه دولت ایران بر سر این مناطق در جنگ با امپراتوری روم و امپراتوری روم شرقی بود و در کشمکش بود و بعد از اینکه امپراتوری ساسانی فروپاشید، اینها بعد اون تاریخ همواره پادشاهی‌های خودشون رو داشتند، هم ارمنستان هم گرجستان. حتی در دوران اسلامی اینا مستقل بودند و پادشاهی‌های مسیحی خودشون رو داشتند و جزئی از خلافت اسلامی به هیچ عنوان نبودند. این روند تا هزار سال ادامه داشت و در دوران صفویه که ایران، قدرت مرکزی ایران دوباره دارای قدرت بیشتری شد، خب از سمت دولت مرکزی و بالاخص خود شخص پادشاهان صفوی به دلیل کسب کردن افتخارات به اونجا حملاتی صورت میگرفت و متاسفانه در طی این حملات و یورش ها اون کشورها دچار تلفات انسانی می شدند و باید من صادقانه اینو بگم دوستان، مردم اون دو کشور واقعا آسی بودن از این حملات و واقعا دل خوشی از ایرانی‌ها نداشتند و از دولت‌های ایرانی متنفر بودند. من اینو باید به شما بگم که دلیلی که روسیه تزاری با تمسک به اون، ببینید همیشه دولت‌ها، سیستم‌ها یک سری ایده‌های پنهانی و اهداف پنهانی برای سیاستاشون دارن و یک سری بهانه‌هایی دارن که با تمسک به اونها این سیاست‌ها رو پیش میبرند و در این مورد خاص روسیه تزاری یکی از دلیل هایی که با تمسک به اون نقاط قفقاز یورش برد و تونست
قلمروهایی که بعد از دوره صفوی جزئی از ایران شده بودند رو از ایران بگیره، درخواست کمک خود این پادشاهی ها و مردم و مناطق به این دولت تزاری بود. این چیزیه که نمیگن. این جریانات ناسیونالیستی افراطی، این جریانات پانیرانیستی این رو نمیگن. پادشاهی پهلوی هیچ وقت به این اذعان نمی کرد، نمی گفت این حقیقت رو، ولی من دارم الان به شما اینو میگم. دوستان عزیز، خود سلسله های پادشاهی ارمنستان و گرجستان و مردم ارمنی از روسیه تزاری درخواست کردن که به کمک اینا بیان و به قولی و به ادعای خودشون از دست ایرانیا نجاتشون بدند. و اینا با اون تمسک بود که به این نقاط حمله کردن. هرچند من دارم بهتون میگم در پس پرده اون راه برد کلان پتر کبیر برای دسترسی به آبهای گرم هدف اصلی بود، اما ما نباید فراموش کنیم که خود اینها و خود مردم اون نواحی این درخواست رو داشتند و اگر چنین درخواستایی وجود نداشت، شاید با این جسارت روسیه تزاری اقدام به این حملات نمی کرد. اینا از چه جهت اهمیت داره؟ از این جهت که امروز ما میبینیم خب این جریانات هنوز هم مدعی قفقاز هستند، هنوز هم ادعا میکنن که ارمنستان باید جزئی از ایران باشه، گرجستان باید جزئی از ایران باشه و ادعا دارن اینها 2500 سال جزء ایران بودن. ببینید اینا دروغه. ما باید اینا رو متوجه باشیم. اینا تبلیغاته. واقعیت نیست. این جریاناتی که این بحثا رو مطرح میکنن دارن از احساسات ناسیونالیستی ایرانی سوء استفاده میکنن و با جعل تاریخ به یک جایی دارن منجر میشن که ما دوباره با همسایگانمون دوچار اختلافات بشیم و به جای اینکه با این همسایگان یک دوستی مسالمت آمیز داشته باشیم و روابط فرهنگی داشته باشیم و بتونیم منافع اقتصادی کسب کنیم، وارد تنش بشیم. عزیزان، ارمنستان و گرجستان هیچگاه به طور مداوم، حداقل در 1000 خورده سال اخیر، به ایران ارتباطی نداشتند و هیچگاه هم علاقه ای نداشتند که جزئی از ایران باشند و حتی شاید بگم در 500 سال اخیر از ایران و ایرانی متنفر بودند. عزیزان، متنفر بودند. و حتی خود اینها درخواست کردن از روسیه تزاری که به اونجا لشکرکشی کنه و از امپراتوری ایران اینها رو خارج بکنه. اینا رو ما باید بگیم، نباید ترسی داشته باشیم.
ما باید اجازه ندیم که بعضی تبلیغات بیپایه ناسیونالیستی افراطی باعث بشه که روابط ما با ملت‌های دیگه دچار تنش بشه. دنیای امروز این دنیا نیست. دنیای امروز دنیای صلح، دنیای همکاریه، دنیای بهره‌وری اقتصادیه. این ادعاهای کودکانه ناسیونالیستی غیر از جنگ و کشتار و بدبختی به هیچ چیزی منجر نمیشه. ما باید اینا رو بفهمیم. باید اینها رو درک بکنیم و اجازه ندیم که این افکار محلی برای اشاعه پیدا بکنند. حالا من باز در ویدیوهایی در آینده به قسمت‌های دیگه از ادعاهای بیپایه‌ای که بعضی از این جریانات دارن اشاره خواهم کرد، اما در اینجا و در مورد این دو کشور بالاخص بگم بهتون دوستان عزیز، تقریبا این دو کشور هیچگاه از لحاظ فرهنگی جزئی از ایران نبودند و هیچ ارتباطی با ایران نداشتند. ما اگه میخوایم از پتانسیل جغرافیای نوروز و مشترکات فرهنگی که در مورد ارمنستان و گرجستان دوستان خیلی کم هم هستش، اینم من بگم به شما، ما با خیلی از کشورهای اطراف مشترکات فرهنگی بسیار زیادی داریم، ولی عملا با گرجستان و ارمنستان نه از لحاظ زبانی، نه از لحاظ مذهبی، نه از لحاظ تقریبا آداب و رسوم و حتی تاریخ که من به شما گفتم 1000 خورده ای سال هیچ ارتباطی با ایران نداشتند، اونقدری اشتراکات فرهنگی نداریم. ولی اگه در این مورد بخوایم از اندک اشتراکات فرهنگی هم استفاده بکنیم، باید این ادعاها رو کنار بذاریم. این ادعا مخربه. اینا هیچ کمکی به ایران نمیکنه. اینا هیچ کمکی به توسعه و پیشرفت ایران نمیکنه. ملت ایران الان بهبود اقتصادی میخوان. اینکه یه ادعای دروغی بکنیم که یه جایی یه ربطی قبلا به ایران داشته هیچ کمکی به بهبود وضع معیشتی مردم نمیکنه. اینا رو ما باید بفهمیم. و هیچ کمکی هم به تحول اقتصادی که ما مد نظر داریم در آینده برای ایران به اونم کمک نخواهد کرد. خیلی ممنونم که منو همراهی کردید و این ویدیو رو تماشا کردید. ازتون درخواست دارم که لطفاً یوتیوب بندر رو مشترک بشید و دنبال بکنید برای اینکه بحث‌های آینده رو که در این رابطه و موارد دیگه هستش رو از دست ندید. از همتون ممنونم. روز و روزگارتون خوش.